امکانات خودروی رئیس جمهور آمریکا به قدری عجیب و پیشرفته هست که باورت نمیشه. اگر کسی گلوله‌ای به سمت ماشین رئیس جمهور شلیک کنه، هیچ اتفاقی برای این هیولای آهنی نمیافته، چون بدنه این خودرو ضخامتی 20 سانتی متری داره و کاملا ضد گلوله هست و شیشه های این ماشین هم ضخامت 13 سانتی متری داره. بعد از قفل شدن درب‌ها، اگر کسی از بیرون خودرو سعی کنه درب ماشین رو باز کنه، با حمله الکتریکی ناشی از دستگیره‌ها مواجه میشه. همچنین این خودرو قابلیت پخش روغن در سطح جاده رو داره تا اگر خودرویی در حال تعقیب ماشین رئیس جمهور بود، کنترلش رو از دست بده و دچار لغزش بشه. فضای داخلی این خودرو به طور 100% در برابر حملات شیمیایی ایزوله است. همچنین تایرهای این خودرو طوری طراحی شدن که در صورت پنچر شدن هم بتونه به مسیرش ادامه بده. همچنین داخل این خودرو کیسه‌های خون منطبق با خون رئیس جمهور و همینطور یک کپسول اکسیژن هم تعبیه شده و در آخر اگر یک موشک بزرگ به سمت خودروی رئیس جمهور پرتاب بشه، کاروان همراه رئیس جمهور مجهز به فناوری SCS هستند که میتونن موقعیت اصابت موشک رو ردیابی کنن و از برخورد اون به خودرو جلوگیری کنن.